سل الی سترکه چشمای ترامپ بترکه. آقا جان بابک زنجانی تو ایران فساد 24000 میلیاردی کرده، چه ربطی به ترامپ داره؟ آقای خاوری تو ایران 3000 میلیارد تومان پول من و تو رو برده، چه ربطی به چشمای ترامپ داره؟ 3 میلیون تن میلگرد مفقود الاثر شده، چه ربط و ارتباطی به چشمای ترامپ داره؟ عرضم به حضور مبارکتون آقای آذری جرمی به بهانه ریجستری کردن گوشی 300,000 تومانی شد چقدر؟ 30 میلیون. چه ربطی به چشمای ترامپ داره؟ ترامپ بدوقت مادر قهوه همین دیروز اومده سر کار، هرچی کاسه کوزه از سر ترامپ خوردیم. چشم مسئولان خودمون بترکه آقا جان، چشم وزیر اقتصاد دارایی بترکه، چشم وزیر تعاون بترکه، چشم مدیران خودرو بترکه، خودروهای بیکیفیت رو به قیمت چند صد برابر بازار دنیا میندازن به گردن مردم که باعث قتل عام 300,000 نفر در طول سال میشه. چشم اینا بترکه، نه چشم ترامپ بدبخت.